السلام عليكم ورحمة الله. علیکم سلام السلام. علیکم صبح جان. همین روزهای رمضان وقتی که داشتگی نداشتی خدا باشکتی وقتی که داشتم و خیلی بیادم نیست چند بشتر داشتگی کردم یعنی حالا چطور کنم باشده؟ تقریبا بگیرید. مثلا نظر شما شاید که 20 روز مانده باشد، 22 روز بگیرید، 2 روز زیادی بکنید. تقریباش حداً به عقل آدم می آید. تقریبا مثلا 2 هفته شما قرضدار بوده، 2 هفته و 2 روز بگیرید، 2 روزش اگر زیادی باشه ثوابش رو میگیرید. تقریبا که حساب میکنید، یعنی من نمیدونم که خلاص نمیشویم، تقریبا به یک حساب میکنید. سوال دیگه یک سوال داشتم که همه کتاب بدهید. مهم بود. ها بدهید. کتاب قرآن طرز درست قصیدنش مناسبت کردنش خیلی از یعنی استفاده برای به حرمت شد که روی نفهمین و درست استفاده نداریم کتاب قرآن. خواهر کتاب قرآن چندین بار گفتم به حرمتی کلان نسبت قرآن این است که خواهر قرآن به دست نگیرید. قرآن نو تا تازه و در داخل خلطچه ها در خانهتان آویزان باشد، این به حرمتی هست. اما قرآن را از اینکه زیاد خوندید ورقهایش مثلا پراکنده شد، یا از اینکه زیاد خوندید بعضا نزدتان میموند و خوابتان میبرد، به این به حرمتی نیست. در جای ما یعنی انسان ها هستند خواهران عزیز که خودشون قرآن خواندن نمیتوانند. وقتی تو قرآن خواندی مثلا خواندی و یکی قپیده خوابت برد، یکی مثلا در نزدت ماندی و خوابت برد، دودشون به فلک میزند که تو به حرمتی کردی. من به حرمتی کردم که از زیاد خواندن خوابم برد در نزدم، یا تو به حرمتی میکنی که هیچ قرآن نمیخوانی. یعنی در مسئله به حرمتی اساسی نسبت قرآن این است که تو نمیخوانی آن را، اما خواندی و در پیشت ماندی، یکی در دستت گرفته و خوابت برد، به این اصلا گناهکار نمیشوی. اما البته که مثلا این معناش اینه که زیر پا باشد قرآن، پیش پایت مانده خواب کنی، انا اینها به حرمتی هستند.